سلام، من فروغ هستم. به کانال من خوش اومدین. عنوان کتاب بعدی که میخوام براتون بخونم هست مردی به نام اوه به نوشته فردریک بکمن. یه رمان فوق‌العاده جذاب و آموزنده. روی جلد این کتاب یه جمله خیلی قشنگ نوشته شده و اینه که هر کس از این رمان خوشش نیاد بهتره هیچ کتابی نخونه. این جمله رو روزنامه اشپیگل نوشته. این کتاب یکی از پرفروش‌ترین های نیویورک تایمز هست. رمانی تراژیک و کمدی که پیرمردی 59 ساله رو به تصویر میکشه که بعد از مرگ همسرش به تنهایی زندگی میکنه و دچار افسردگی شده. این کتاب در تمام دنیا پرطرفداره و به 30 زبان ترجمه شده. در مورد نویسنده کتاب فردریک بکمن اینطور نوشته که در سال 2012 این کتاب را به رشته تحریر درآورد و به شهرت جهانی رسید. البته تا قبل از اون هم به خاطر وبلاگ نویسی شناخته شده بود. همسر فردریک ایرانیه و به همین دلیل رد پای فرهنگ ایرانی رو میتونیم تو آثارش ببینیم. خب حالا که معرفی کوتاهی داشتیم از کتاب و نویسنده کتاب، بهتره بریم سراغ خوندن بخش کوتاهی از کتاب مردی به نام اوه. پس بهتره جای نرین، یه چای برای خودتون بریزین و بشین پای این قصه. فصل اول. مردی به نام اوه کامپیوتری میخرد که کامپیوتر نیست. اوه 59 سالش است. ماشینش سابه. از اون دست آدماییه که وقتی از ظاهر کسی خوشش نمیاد انگار دزد دیده و بعد انگشت اشارش رو مثل چراغ قوه پلیس سمت اون طرف میگیره. اوه رفت جلوی پیشخانه فروشگاه که صاحب ماشینای ژاپنی اونجا میاند و کابلای سفید میخرن. او مدت زیادی رو به یکی از فروشنده ها خیره شد و بعد یه جعبه سفید اندازه متوسط رو دستش گرفت و تکون داد. اوه میپرسه این یکی از اون اوپد هاست، درسته؟ فروشنده که یه مرد جوان خیلی لاغر و نحیفه با تعجب به اوه نگاه میکنه. معلومه که داره تلاش میکنه نخواد جعبه رو از دست اوه بگیره. بله، دقیقاً. البته آیپده. فکر نمیکنین بهتره جعبه رو اونجوری تکون ندین؟ اوه با تهدید جعبه رو نگاه میکنه. انگار یه جعبه عجیب و غریبه. چیزی که سوار یک اسکوتر و شلوار ورزشی پوشیده و اوه رو صدا میزنه که دوست من و سعی میکنه یه ساعت مچی رو به او پیشنهاد بده. میدونم، پس یه جور کامپیوتره، درسته؟ فروشنده سرش رو تکون میده. بعد چند لحظه صبر میکنه و دوباره سرش رو میجنبونه. بله، یه همچین چیزی. منظورم آیپده. بعضیا اون رو تبلت میگن و بعضیا میگن وسیله موج سواری. روش‌های مختلفی برای در نظر گرفتن همچین وسیله‌ای وجود داره. اوه به فروشنده نگاه میکنه. انگار داره حرفای بی ربط میزنه. بعد دوباره شروع میکنه به تکون دادن جعبه. اما به نظر چیز خوبی میرسه. اینطور نیست؟ فروشنده با سردرگمی سرش رو تکون میده. بله، خب منظورتون چیه؟ اوه آه میکشه و شروع میکنه آروم حرف زدن و طوری کلماتش رو ادا میکنه که انگار طرف مقابل مشکل شنوایی داره. پس خوبه، یه کامپیوتر خوبه. فروشنده چونش رو میخارونه. منظورم اینه که خب واقعا خوبه، ولی بستگی به اینم داره که شما چجور کامپیوتری بخوای. من یه کامپیوتر میخوام. یه کامپیوتر ساده و معمولی. چند لحظه بین دو مرد سکوت ایجاد میشه. فروشنده گلوش رو صاف میکنه. خب این یه کامپیوتر معمولی نیست. شاید بهتر باشه شما فروشنده مکس میکنه و به نظر میرسه دنبال واژه‌ای میکرده تا بتونه این مرد بفهمونه چه چیزی رو تو دستش گرفته. بعد دوباره گلوش رو صاف میکنه و میگه یه لپتاپ. اوه با ناراحتی سرش رو به علامت نه تکون میده و بعد سری خم میشه روی پیشخون. نه، من لپتاپ نمیخوام. یه کامپیوتر میخوام.
فروشنده سرشو به حالت تایید تکون میده. لپتاپ هم یه جور کامپیوتره. اوه که ناراحت به نظر میرسه به فروشنده خیره میشه و بعد انگشتش رو روی پیشخون میذاره. تو فکر میکنی خودم اینو نمیدونم؟ دوباره بینشون سکوت ایجاد میشه. انگار دو هفتیرکش ناگهان متوجه میشن که فراموش کردن تفنگشون رو با خودشون بیارن. اوه مدت زیادی به جعبه نگاه میکنه، طوری که انگار منتظر خود جعبه اعتراف کنه چه چیزیه. بالاخره زیر لب میگه صفحه کلیدش از کجا در میاد؟ فروشنده کف دستاش رو روی لبه پیشخون میذاره و با عصبانیت وزنش رو از این پاش روی اون پاش میندازه. درست مثل وقتی که فروشنده های جوان تازه کار وقتی با یه مشتری سمج روبرو میشن میفهمن که کار فروششون بیشتر از چیزی که اولش فکرشو میکردن قراره طول بکشه. خب در واقع این مدلش عملاً صفحه کلید نداره. اوه ابروهاش رو به حالت تایید تکون میده. او درسته. بعد ادامه میده برای اینکه صفحه کلید رو باید جداگونه خرید. درسته؟ نه، منظورم اینه که کامپیوترهای اینجوری صفحه کلید جداگونه ندارن. شما همه چیز رو روی صفحه کنترل میکنید. اوه طوری سرش رو تکون میده که انگار خسته شده. طوری که انگار فروشنده رو میبینه که دور پیشخون راه میره و شیشه ویترین جلوی اونا لیست میزنه. اما من باید صفحه کلید داشته باشم. متوجه چی میگم؟ مرد جوان آه عمیقی میکشه. انگار میخواد پیش خودش تا 10 بشماره و آروم بشه. باشه، متوجه شدم. حالا متوجه شدم که این کامپیوتر به درد شما نمیخوره. به نظر من شما باید چیزی مثل یک مکبوک بخرید. اوه که انگار متوجه نشده باشه میگه میکبوک؟ همون چیزی که همه بهش میگن کتابخانه همراه؟ نه، مکبوک یه چیزیه مثل یه لپتاپ که صفحه کلیدم داره. اوه با صدای زیر لب میگه آهان. بعد برای یه لحظه به اطراف فروشگاه نگاه میکنه. خب پس اینها هم خوبن. فروشنده پایین پیشخون رو نگاه میکنه. انگار که میخواد خشم خودش رو کنترل کنه و از زور عصبانیت صورت خودش رو چنگ نزنه. بعد یک دفعه سرش رو بلند میکنه و با یه لبخند پر انرژی میگه میدونین چیه؟ اجازه بدید ببینم همکارم مشتریش رو انداخته یا نه. اون بهتر میتونه شما رو راهنمایی کنه. اوه ساعتش رو نگاه میکنه و با بیمیلی قبول میکنه. بعد به فروشنده یادآوری میکنه که مردم کلی کار دارند و اونقدر وقت ندارن که کل روز اینجا بیستند و منتظر باشند. فروشنده هم سری سرش رو به علامت موافقت تکون میده. بعد هم میره و بعد از چند دقیقه با همکارش برمیگرده. همکارش خیلی خوشحال به نظر میرسه. سلام، چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟ اوه دوباره انگشت اشاره چراغ قوه پلیسیش رو روی پیشخون میذاره. من یه کامپیوتر میخوام. فروشنده جدید یه لحظه چهرهش عوض میشه. انگار دیگه خوشحال نیست. بعد یه نگاه با عصبانیت به فروشنده قبلی میندازه و به اون میفهمونه که این کارش رو تلافی میکنه. همین موقع فروشنده اول که انگار خوشحال از معرکه فرار کرده سری میگه خب من دیگه اینجا کاری ندارم. میرم برای نهار. اوه با قرولند زیر لب میگه نهار؟ این تنها چیزیه که روزا مردم بهش فکر میکنن. فروشنده جدید به طرف اوه برمیگرده. ببخشین. اوه با نیشخند میگه نهار. بعد جعبه رو پرت میکنه روی پیشخون و آروم از فروشگاه خارج میشه. خب بچه ها، پس اول این کتاب خیلی کوچیک و مختصر بود. براتون خوندم امشب. انشالله فصل دوم و تو پادکست دوم براتون میخونم. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.